اورد بلاک ما چیه؟ حرکته. مشخصا یعنی طبیعتا همونی که گفتم دیگه، هر حرکت مخالف جهت توی روند صعودی ما بهش میگیم اورد بلاک. خب حالا این اورد بلاک ما دو تا ویژگی داره دیگه. دو تا ویژگیش چی هن؟ اولا که این حرکت مخالف جهت ما زمانی معنی پیدا میکنه که یه حرکت صعودی این سقف قبلی رو بگیره. یعنی چی؟ فرقی هم نداره این حرکت با شادو باشه یا با بادی باشه. اگه با بادی باشه خب مسلما بهتره، چون مسلما نشون میده که این مومنتوم داره، مومنتومش بیشتره. خب ولی مادامی که از اینجا ما رد شدیم، اینجا میشه بلاک ما، این ناحیه میشه بلاک، این ناحیه چقدر این خط بالایی خوب بشه تحت تاثیر قرار گرفت. این ناحیه میشه بلاک ما، این ناحیه میشه بلاک ما، این ناحیه میشه بلاک ما. خب حالا که این بلاک، این شد بلاک، خب شد اورد بلاک. یه نکته دیگه هم که باید در موردش بدونید اینه که ما زمانی این اورد بلاک واسمون ولید محسوب میشه که در اثر برخورد با یه دونه آرایه دیگه. حالا اینجا مثلا FVG داریم، خب ممکنه آرایه‌ای که مد نظرمونه، حالا آرایه یا نقدینگی، اینجوری بگم آرایه یا نقدینگی، مثلا چجوری باشه؟ مثلا یه همچین حرکتی داشته باشه. خب اینجا نقدینگی گرفته این بلاک ما، بعد حرکت کرده به سمت بالا. اینجا واسه ما عملا اورد بلاک محسوب میشه. پس اورد بلاک ما یا باید در اثر رسیدن به یه دونه آرایه دیگه شکل گرفته باشه یا یه نقدینگی گرفته باشه. خارج از این اورد بلاک ما ولید نیست. البته خیلی کم پیش میاد حالت خارج از اینو، یعنی الان شما بریم بررسی کنید میبینید همه این حرکت‌های مخالف جهت در جهت یا گرفته شدن نقدینگی به وجود اومدن یا برگشتن به یه دونه مثلا FVG که اینجا بوده اومده اینجا بعد دوباره برگشته بالا. به خاطر همینم هست که این آرایه ها و نقدینگی ها من چقدر توپق میزنم و این نقدینگی ها عملا همه اون چیزیه که ما بهش نیاز داریم. اما نکته مهم اینه که چجوری ازش استفاده کنیم. همه این مفاهیم رو بلدن. خب خیلی الان چند سال دیگه این مفاهیم عمومی شده، همه هم در موردش صحبت میکنن. خب اما اینکه چجوری کی ازش داره استفاده میکنه، فرق بین تریدر موفق با تریدر ناموفق و لوزر. پس این شد تعریف بلاک ما و به صورت یعنی به شکل در واقع ویژه اورد بلاک. خب حالا میخوام در مورد میتیگیشن صحبت کنم. ببینید ما میتیگیشن و بریکر، اینجا میتیگیشن، من نمیدونم چرا اینقدر زحمت میدم به خودم اینو تایپش نمیکنم. میتیگیشن و بریکر. میتیگیشن ما توی یه الگویی ساخته میشه که ما بهش میگیم سوینگ فیلر. الان بهتون میگم داستانش چی. بریکر ما توی الگویی درست میشه که ما بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم بریکر پترن، سوینگ فیلر پترن که میتیگیشن میسازه. خودتون متوجه شدین دیگه، این بریکره ما به این ناحیه میگیم بریکر. چرا میگیم بریکر؟ چون عملا یه ساختار رو برای ما نقض کرده. ببینید این بریکر ما اینجا عملا یه مارکت استراکچر شیفت برای ما ایجاد کرد، نه به صورت عمومی دیگه، نه اینکه بگین حالا مثلا اینجا عملا کف ساختار قبلی بوده. از اون جنبه اسمارت مانی اصلا بهش نگاه نکنید، چون میدونم خیلیاتون خیلی اصرار دارن که اینا رو بخوان مقایسه کنن با مفاهیم اسمارت مانی که قبلا میدونید. این کارو نکنید. ما به هر حرکتی که اینجا یک کف کافیه ساخته شده باشه، یه سوینگ لو، اینجا یه سوینگ لو اگه شکل گرفته باشه، بعد ما این سوینگ لو رو اینجا بگیریم، اینجا یه بریکر، اینجا یه بریکر. پس این بریکر ما در اثر به این الگوی میگیم چی؟ الگوی بریکر پترن. اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما یه دونه مارکت استراکچر شیفت که دیدین بهش بگین بریکر.
بهش بگین بریکر. یه سوینگ لو که نقص شده اینجا بهش بگین بریکر. خب توی میتیگیشن این اتفاق نمیفته. ما قبل از اینکه برسیم به اینجا یه سری سوینگ فیلر داریم. سوینگ فیلر یعنی چی؟ یعنی ما مادامی که این حرکت صعودی بوده انتظارمون اینه که بریم این سقف رو بگیریم دیگه. منتها این اتفاق نمیفته، فیل میشه. خب وقتی فیل میشه این حرکت تبدیل میشه به یه سقف اینجا و یه کف جدید. خب اون موقع ما به اینجا، به این ناحیه، به این به این ناحیه میگیم میتیگیشن. به کل این ناحیه میگیم میتیگیشن. میتونیم هم از آخرین کندل نزولی، اگر میتیگیشنمون، یعنی ببینید میتیگیشن ما اینجا نزولیه دیگه، این حرکت میکنه اینجا میرسیم بهش، بعد دنبال نزول میگردیم، دنبال صعود که نیستیم. اگر میتیگیشن ما نزولی باشه از آخرین کندل استفاده میکنیم. الان میرم براتون مثال میزنم، نگران نباشید، اینا رو کامل بازش میکنم. اگر بریکر ما بریکر نزولی باشه، یعنی در اثر رسیدن بهش دنبال نزول باشیم، این آخرین کندل نزولی اینجا رو ما در نظر میگیریم. آخرین کندل نزولی این در واقع حرکت مخالف روند. ببینید بعد یه چیزی هم بهتون بگم، خیلی اصرار نکنید روی این که کل این ناحیه رو بریکر بگیرید. خب یا بیاین اصلا از اینجا استفاده کنید، یا بیاین از این آخرین کندله استفاده کنید، یا بیاین اصلا کلا بیاین از مین ترشولدش استفاده کنید. اصلا اصرار نکنید روی یه حالت خاص. برای یه زمانی که میخواین استراتژی بنویسین آره، ولی در حالت کلی برای درک فلسفه حرکتی بازار سعی نکنید این حرکت رو یه وقتی میاد به اینجا واکنش میده، یه وقتی میاد به این مین ترشولد این و کل این ناحیه واکنش میده، یه وقتی میاد به بالاترش واکنش میده، یه وقتی میاد مثلا به یه دونه کندل اینجا واکنش میده که کندل مثلا نزولیه، به این واکنش میده میریزه. بعد شما میگین چرا هر دفعه داره یه جور رفتار میکنه؟ این داستانش یه چیز دیگه است. این به زمان ربط داره. شما ناحیه مهمتون اینه، ناحیه مهمتون کل این ناحیه است. کل این ناحیه مهمه. چرا ناحیه مهمه؟ شما فکر کنید این بریکر رو نمیشناسید. شما فکر کنید این بریکر رو نمیشناسید. خب وقتی بریکر رو نمیشناختید مگه قبلا نمیگفتید اینجا آخرین حرکت صعودی، آخرین کندل صعودی یا آخرین حرکت صعودی برای ما میشه اوردر بلاک ما؟ خب این همون اوردر بلاکه. حالا بعضی وقتا میرسه به مین ترشولدش، بعضی وقتا رو 25 صدمش، بعضی وقتا رو 75 صدمش. خب حالا نکته‌ای که وجود داره اینی که من میخوام شما درک کنید که این اوردر بلاک و میتیگیشن بلاک و اون یکی در واقع بریک بلاک، اولا که یه مفهومه، دوما که در اثر فعالیت‌های در واقع مارکت میکر به وجود میان، سوما 50% همه آرایه هایی که من بهتون معرفی میکنم بسیار مهمه. یعنی چی؟ الان میرم جلوتر واسهتون توضیح میدم. تا اینجا ازم سوال بپرسین بچه‌ها، میخوام مطمئن شم که اینا رو تا الان متوجه شدین. البته بذارین یه چند تا مثال بزنم بعدش ازم سوال بپرسین که بریم سراغ داستان. ببینید ما یه حرکت صعودی داریم. من مثالمو صعودی میزنم، برای من فرق نداره نزولی با صعودی، چون بیشتر وقتا میبینم بچه‌ها با مثال صعودی بیشتر حال میکنن، یعنی بیشتر ارتباط میگیرن. ما اینجا یه حرکت نزولی داشتیم که اینجا تموم میشه. خب اینجا که تموم میشه، اینجا عملا یه شیفت بلند مدت اتفاق میفته. اولین شیفت اصلیمونم اینجا اتفاق میفته اگر نخواهید اینجا رو توی تایم فریم پایین شیفت بگیرید. خب اینجا رو تو تایم فریم پایین هم میتونید شیفت بگیرید، چون اینجا یه رنج، بعد اومده پایینش رو گرفته، بعدم حرکت کرده به سمت بالا. مسلما تو این کندل یه سری صف تو تایم فریم پایین بوده، ولی الان اصلا مهم نیست. من میخوام کلا تمرکزتون روی همون تایم فریمی باشه که داریم در موردش صحبت میکنیم. پس اینجا یه شیفت داشتیم، اینجا یه شیفت داشتیم. حالا داستان چیه؟ تو این حرکت صعودی ما یه عالمه حرکت نزولی شکل گرفته دیگه، یعنی از این کف تا این سقف من کاری به بعدش ندارم. خب یه عالمه حرکت نزولی داشتیم، اینجا رو 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 داشتیم. هر حرکت نزولی فرقی نداره، هر حرکت نزولی، همه اینا
بلاک محسوب میشه. این که دیگه رسیدیم به سقفش. خب حالا بلاک های ما، من اینا رو پاک کنم، میایم کاتگورایزش میکنیم، میگیم اوکی مثلا یه ابزارا رو من پیدا نمیکنم بخاطر اینکه یکم فرق داره با اون یکی اکانت تریدینگ ویو. این ابزارهای ما، این بلاک های ما عملا اینجا یه معنی داره، اینجا یه معنی داره. ببینید اینجا وقتی که ما برگردیم به این میگیم این یه بریکر، اینجا این عملا اینجا یه بریکر. خب اینجا یه بریکره، ولی کل اینم باز میتونیم اورد بلاک در نظر بگیریم، کل اینم میتونیم اورد بلاک در نظر بگیریم. من میخوام شما فرق بین اینا قائل نباشید. تنها نکته ای که باید بدونید اینه که هر حرکت مخالف روند، خب ببینید اینجا و اینجا رو میتونید یه میتیگیشن در نظر بگیرید. البته اینجا هم میتیگیشن بریکر نیست. خب اینجا میتیگیشنه، اینجا بریکره. اولین سوینگی که شکسته میشه عملا بریکر ما، بعدش بقیهش میشه میتیگیشن و اورد بلاک، که اورد بلاک و میتیگیشن که عین همن، این فرقی ندارن. حالا شما میتونید چیکار کنید؟ برای اورد بلاک از آخرین کندل مخالف روند استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی بیاین مثلا میخواین اورد بلاک رو که در نظر بگیرید، این حرکته، میگین کل این که میتیگیشنه، اوکی. حالا اینجا از این آخرین کندل بیاین اورد بلاک در نظر، به این بگین اورد بلاک، به این بگین میتیگیشن، ولی در هر دو حالت به واکنش به این ناحیه اعتقاد دارین. یعنی کل این ناحیه میتونه واکنش واسهتون داشته باشه و البته این کندل آخرم میتونه ایجاد واکنش کنه. ما واکنش محور نگاه میکنیم، اینجا معامله نمیکنیم که بعد منتظر باشیم حرکتمون صعودی بشه. ما اونقدر این کار توی تایم فریم ما پایین‌تر هی انجام میدیم که هی اطمینانمون از کاری که میخوایم بکنیم بیشتر بشه، یعنی نشونه های بیشتری ببینیم. حالا این حرکت نزولی رو داشتیم، این اورد بلاک هم داشتیم. یه مفهوم دیگه ای که وجود داره این مین ترشولد این بلاک هاست. مین ترشولد رو اینجوری هم می‌نویسن دیگه، خودتون که میدونید اینا رو من همشو دارم. بذاریم تایپش کنم. این مین ترشولد اگه اشتباه ننوشته باشم، آره درست، اینم یا همون MT دیگه، مخففش هم می‌نویسیم MT. البته اینا رو بزرگ بنویسیم، مخففا رو همیشه بزرگ بنویسیم. ولی کلا از 50% این نواحی میتونید همیشه استفاده کنید. بچه‌ها اینا صرفا در جهت معرفی. خب اینا قرار نیست به اتفاق خاصی بیانجامه. من اگه دارم خیلی پخش و پلا در مورد صحبت میکنم، دلیلش این نیست که ندونم دارم چی میگم، دلیلش کامل من میدونم داره چه اتفاقی میفته. من فقط صرفا میخوام شما چند تا نکته رو بدونید. اولا که بدونید بلاک ها با هم فرق ندارن. دوما که به اینجا بگید میتیگیشن، به اینجا بگین میتیگیشن، به اینجا بگین اورد بلاک، یا اصلا دلتون خواست به کل این بگین اورد بلاک. حالا اورد بلاک ما، خب یا میتیگیشن ما یا بریکر ما، همش یه مفهوم داره واسه ما. از طرفی 50% هر ستای این بلاک ها، یعنی هم اینجا هم این 50% که میشه مثلا این ناحیه، هم 50% اورد بلاکتون که اینجا توی این حرکت چند تا اورد بلاک میتونید در نظر بگیرید. کل این حرکت رو میتونید اورد بلاک در نظر بگیرید. البته ما برای عملا مین ترشولدمون از بادی استفاده میکنیم، از شادوها استفاده نمیکنیم. حالا جلوتر میریم بهتون میگم چرا بادی برای ما مهمه، شادو برای ما مهم نیست. خب برای مین ترشولدمون از بادی استفاده میکنیم. این ناحیه رو، البته این توی حالتی، یه همچین حالتی میتونید از بادی تا آخرین بادی در نظر بگیرید، میتونید از کل این ناحیه در نظر بگیرید، یعنی از اینجا تا اینجا در نظر بگیرید، فرقی نداره. اینجا توی این میتیگیشنتون میتونید کل این بادی رو در نظر بگیرید، آخرین کندل صعودی تا بادی، تا این بادی.
خب میتونید از این ناحیه استفاده کنید، دوست ندارید میتونید. ببینید این بستگی به استراتژیتون داره. زمانی که من بخوام کاستومایزش کنم بهتون استراتژی یاد بدم، میگم که دقیقاً باید چه جوری در نظرش بگیرید. ولی الان شما میتونید، من میخوام بدونم، میخوام مطمئن شم که شما میدونید اینا هیچ فرقی با هم ندارن. اینجا رو میتونید در نظر بگیرید، اینجا رو میتونید از این ناحیه تا این ناحیه در نظر بگیرید. میتونید به کل این بگین میتیگیشن، از اینجا بگین میتیگیشن، میتونید به کل این بگین اوردر بلاک. حالا کی ما از شادو استفاده میکنیم؟ کی از در واقع بادی استفاده میکنیم. یعنی شما تصور کنید اینجا ما یه دونه اوردر بلاک داریم، یکی از من میپرسه اینجا رو من اوردر بلاک بگیرم یا اینجا رو من اوردر بلاک بگیرم. من میگم اگر اینجا یه دونه FVG دیدی که این FVG رو داری میبینی دیگه، خب اگر اینجا یه دونه FVG دیدی عملا بیا از این سایه استفاده کن، از این شادو استفاده کن. اگه ندیدی از بادیش استفاده کن. هر دوتاش هم استفاده کنی درسته. شما میتونید برید اینا رو بک تست بگیرید روی نمودارتون و اون چیزی که میخواین نسبت به اون نمودار پیدا کنید. ولی من اگه بخوام بهتون بگم مثلا برای استراتژی فلان که میخوام روی مثلا نزدک بهتون یاد بدم، مثال دارم میزنم، نه اینکه روی نزدک باشه، اینجوری جلو ببریم کارو، اینجوری وین ریت بالاتری داره. شما یه موقع دارین در مورد این صحبت میکنید که ما مثلا اینجا رو ما میگیم میتیگیشن، اینجا رو ما میگیم کل اینو میگیم میتیگیشن. جلوی این هیچ FVG وجود نداره که منطبق شده باشه با این سایه. ما اگر این سایه ما از اینجا از یه در واقع از یه FVG عبور کنه، ما از این سقف میگیریمش، یعنی از این های میگیریمش. اگه نه از اینجا میگیریمش، یعنی از بادی میگیریمش. خب بادیش هم میذاریم روی این بالا، این کندل صعودی در واقع، نه کندل نزولی. میتیگیشن صعودی ما از آخرین کندل صعودی ما شکل میده. اگه خواستیم بگیم اوکی من دنبال اوردر بلاکم، موقع این اوردر بلاک رو میتونید در نظر بگیرید. کل این حرکت نزولی میشه اوردر بلاکتون و خب اینجا هم میشه اوردر بلاکتون. باز اینجا هم میتونید اوردر بلاک بگیرید. 50% این یا اینم در نظر. من حرفم اینه که اینا هیچ فرقی با هم ندارن و اینو شما باید درک کنید. پس اینم از این. کی از بادی استفاده میکنیم، کی از شادو استفاده میکنیم، تعریف میتیگیشن، تعریف اوردر بلاک، تعریف بریکر و مثالم زدیم واسهشون. یه نکته دیگه هم بهتون بگم بعدش بریم شما، یعنی بهتون یه چند دقیقه زمان میدم که هر سوالی دارید بپرسید. و اون نکته که میخوام بهتون بگم، ببینید بچه‌ها ناکنه اینجا الان یه چیز دیگه دیدم. ما کل این حرکت آخر رو میتونیم یه دونه بریکر بگیریم. خب بریکر میتونه 50% واکنش برای ما ایجاد کنه. میتونه از اینجا آخرین کندل نزولی، ببخشید آخرین کندل نزولی به این بالا رو در نظر بگیرید، تا اینجا در نظر بگیرید، تا این بادی در نظر بگیرید. باز 50% رو همین منطبق شده، واکنش به اونو در نظر بگیرید. میتونید کل این ناحیه رو یه دونه اوردر بلاک در نظر بگیرید. کل این حرکت صعودی رو میتونید آخرین کندل صعودی رو اوردر بلاک در نظر بگیرید. منتها اوردر بلاک از بادی نمیگیریمش دیگه اینجا، چون که یه دونه FVG جلوشه، از این سایه میگیریمش. اینم از این. یه نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که ما به شدت دنبال اینیم که از انطباق دو تا در واقع آرایه روی همدیگه یا اوورلپ شدنش استفاده کنیم. ما آرایه هایی رو در نظر میگیریم که حداقل دو تا از آرایه ها با هم اوورلپ شده باشن. یعنی این حالت رو میبینید، یه دونه FVG ببینید که اوورلپ شده با یه دونه اوردر بلاک میخوایم بهش بگین، نمیدونم بریکر میخوایم بهش بگین، هر چی میخوایم بهش بگین، پیوت میخوایم بهش بگین، هر چی میخوایم بهش بگین، یه دونه FVG باهاش همراه شده باشه. اون موقع برای مقابل استفاده است. اون موقع چیزیه که ما دنبالش میگردیم. ببینید اینجا ما عملا دوباره یه دونه بلاک داریم. خب این بلاک میتونه اینجا میتیگیشن در نظرش بگیرید، از اینجا هم میتونید در نظرش بگیرید. میتونید از اینجا میتیگیشن در نظرش بگیرید، چون یه دونه FVG داریم از سایه‌اش استفاده میکنیم.
میتونین از این ناحیه آخرین، یعنی از این شروع این بادی تا پایین اورد بلاک در نظرش بگیرید. میتونید اینجا رو اورد بلاک در نظر بگیرید. اونتا چون سایه جلوش FVG وجود نداره ما از بادیش در نظر میگیریم. میتونید از 50% این ناحیه استفاده کنید. اما در کل این ناحیه اینجا به خاطر اینکه همراه شده با این FVG این ناحیه برای ما به شدت محترمه، یعنی میتونیم روش حساب کنیم، احتمال بدیم که این سقف قبلی رو در واقع میگیره. این هم از این نکته که در مورد اوورلپ شدن دو تا آرایه. خب حالا آرایه ها میتونن FVG ها باشن، لیکویدیتی پوینت باشه که جلوتر بهتون میگم در موردشون. دو تا آرایه اوورلپ شدنش خیلی برای ما مهمه.